سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من حسن حضرتی هستم و این جلسه سوم از مجموع مباحث مربوط به روش پژوهش در تاریخ شناسی است، از مبتدی تا پیشرفته. و در این جلسه قصد دارم درباره انتخاب موضوع و عنوان پژوهش با شما صحبت بکنم. یکی از مشکلاتی که دانشجوها به ویژه باهاش در واقع روبرو هستند و معمولا اونها رو معطل میکنه در اینکه پژوهششون رو درباره پایان نامه یا رساله زود شروع بکنند و زمانی رو برای اون معمولا از دست میدن، این هستش که خب چه موضوع و عنوانی رو برای پژوهش انتخاب بکنن و برای این معمولا روی میارن به اینکه از دیگران بخواهند برای اونها موضوعی رو پیشنهاد بدن، عنوانی رو پیشنهاد بدن. امروز به شکلی و شیوهی در این باره صحبت میکنیم که یه مقدار دانشجوها رو مستقل میکنه از اینکه در این باره منتظر باشن تا دیگران در واقع آغاز کننده کار پژوهشی برای اونها باشن، یعنی عنوانی رو در واقع در اختیار اونها قرار بدن. و میخواهیم در بحث امروزمون علاوه بر اینکه در مورد مختصات و ویژگی‌های موضوع و عنوان صحبت میکنیم، اینکه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه تا با اون عنوان بگیم عنوان علمی مناسبی است برای کار و اینا، به شیوه بحث رو جلو میبریم که گام اول رو در این مسیر، در انتخاب موضوع و عنوان، دانشجو برداره و نه اینکه بره و از دیگران بخواد که برای او این کار رو انجام بدن. و همین خاطر من بحث موضوع و عنوان رو از هم جدا میکنم، یعنی موضوع و عنوان رو به عنوان دو تا واژه مترادف هم به کار نمیبرم و موضوع و عنوان رو در طول هم میبینم، دو تا مفهومی که در روش هر کدوم نقش خودشون رو دارن و جدا جدا در موردش باید تعیین تکلیف بشه. گام اول که در این مسیر باید مورد توجه دانشجو باشه انتخاب موضوع هست. انتخاب موضوع چیزی است که خود دانشجو یا پژوهشگر، حالا پژوهشگر آزاد، فقط مسئله در دانشجویان نیست، باید بردارن. گام اول انتخاب موضوع و انتخاب موضوع چیزی است که خود پژوهشگر باید اون رو مشخص بکنه و معین بکنه. چرا؟ چون انتخاب موضوع دو تا ویژگی داره در پژوهش‌های تاریخی که هر دوش مربوط به خود دانشجو از خود پژوهشگر، مربوط میشه به در واقع اینکه خودش باید درباره اونها تکلیف خودش رو مشخص بکنه و تعیین بکنه که در چه موقعیتی است از حیث اون دو تا مشخصه‌ای که در انتخاب موضوع وجود داره. در انتخاب موضوع دو تا ملاحظه در نظر گرفته میشه. یکی این که دوره مورد علاقه باید از طرف پژوهشگر مشخص بشه، یعنی که من در پژوهش تاریخی که میخوام انجام بدم به چه دوره‌ای علاقه دارم. بنابراین انتخاب دوره برای پژوهش چیزی نیست که دیگران برای پژوهشگر مشخص بکنن، برای دانشجو مشخص بکنن. خود دانشجو و پژوهشگر باید خودش به این فکر بکنه که به چه دوره‌ای علاقه بیشتر داره. به سلجوقیان بیشتر علاقه داره، به صفویه بیشتر علاقه داره، به ساسانیان، اشکانیان، قاجاری، به چه دوره‌ای در تاریخ ایران یا مثلا در تاریخ اسلام به خلفای را دوره صدر اسلام، اسلام آغازین، میانه، اسلام معاصر، در تاریخ جهان همینطور به چه دوره‌ای علاقه داره. این که مشخص کنه به چه دوره‌ای علاقه داره چیزی نیست که دیگران برای او تعیین تکلیف بکنن. او باید برگرده به علایق خودش نگاه کنه، بر اساس مطالعات پیشینی که داره، بر اساس مطالعاتی که تاکنون انجام داده در حوزه تاریخ، و مشخص بکنه که خب حوزه علاقه‌اش چی است. بنابراین این چیزی است که دانشجو، پژوهشگر باید بشینه و در موردش فکر بکنه و تکلیف خودش رو مشخص بکنه، دوره مورد علاقه‌اش چیه. و دوم، انتخاب واحد مطالعه در اون دوره مورد علاقه است. یعنی در اون دوره مورد علاقه واحد مطالعهش چیه؟ یعنی به چه واحد مطالعه‌ای علاقه داره؟ آیا تاریخ سیاسی مورد علاقهشه، یا تاریخ اجتماعی، یا تاریخ فرهنگی، یا تاریخ اقتصادی، تاریخ فکری، تاریخ روانشناختی؟ به چه چیزی در واقع بیشتر علاقه داره؟ به چه چیزی تمایل داره در واقع در مطالعات تاریخی؟ بنابراین
این هم چیزی است که باز دانشجو و پژوهشگر خودش باید مشخص بکنه و دیگران نمیتونن این رو برای اون مشخص بکنن. چرا؟ چون باز میگرده به علایق. بنابراین ما در انتخاب موضوع اون چیزی که بیش از هر چیزی مورد در واقع توجه ما باید قرار بگیره علایقمون. چرا باید علاقمون رو مورد توجه قرار بدیم؟ به جهت اینکه پژوهش یک امر بسیار سختی است، امر بسیار مشکلی است. پژوهشی که بخواهد به حرف جدیدی برسد، بخواد به نوآوری برسد، باید درش خیلی تلاش کرد، خیلی شب زنده‌داری کرد، در داده‌کاوی کرد، در منابع جستجوهای عمیق کرد. اگر شما علاقه نداشته باشی عملاً کم میاری و در واقع پژوهش رو نصف نیمه رها میکنی و یا اینکه پژوهش سطحی انجام میدی که به نوآوری و بداعت نرسه. بنابراین برای اینکه سختی های پژوهش رو ما بتونیم تحمل کنیم، به اون در واقع موضوعی که میپردازیم باید علاقه داشته باشیم. به همین خاطر هستش که انتخاب موضوع هیچ ویژگی نداره، هیچ ملاحظه‌ای درش به اصطلاح مد نظر نیست جز اینکه ما علایقمون رو توش لحاظ کنیم. بنابراین یک دوره مورد علاقمون رو مشخص میکنیم، یعنی انتخاب موضوع با انتخاب دوره مورد علاقمون مشخص میشه و واحد مطالعه. مثلا برای مثال من در دوره مورد علاقم به اسلام معاصر علاقه دارم و یعنی تاریخ اسلام در 2 قرن اخیر و در اون به تاریخ فکریش علاقه بیشتری دارم. یعنی بخش زیادی از کارهایی که انجام میدم تاریخ فکری اسلام معاصره. خب بر این اساس موضوع من تاریخ فکری اسلام معاصر میشه، اما این عنوان مناسبی برای کار نیست، یعنی نمیتونه عنوان مناسبی برای پژوهش باشه. چرا؟ چون بسیار گسترده است و بخش یعنی در واقع حجم عظیمی از در واقع موضوعات پژوهشی در دل این میگنجه. بنابراین خیلی پهنانه‌گره. درستش هم همینه، یعنی موضوع باید پهنانه‌گر باشه، اما برای پژوهش ما با موضوع نمیتونیم جلو بریم. وقتی که این دوره و واحد مورد علاقمون رو مشخص کردیم، اینجاست که حالا میریم با استادانی که در حوزه ما متخصص هستن باشون مشورت میکنیم و باشون گفتگو میکنیم. خب من علاقم به اسلام معاصر هست و به تاریخ فکریش و این رو حالا باید برم با استادانی که در این حوزه تخصص دارن بشینم باشون مشورت کنم در این حوزه خب چه کارهایی انجام شده، چه کارهایی انجام نشده، چه چیزایی جای کار داره. اینا موضوع رو با این مشورت هایی که انجام میدم و مطالعاتی هم که ادامه میدم باید تبدیلش کنم به عنوان و عنوان بنابراین چیزی است که از دل موضوع در میاد، اما 3 تا ویژگی داره و اون 3 تا ویژگی در واقع اگر که در عنوانی وجود داشته باشه میتونیم بگیم اون عنوان در واقع عنوانی است که از نظر علمی مناسب و قابل دفاع هست و میشه ازش دفاع کرد که عنوان مناسبی برای پژوهش است. اما اینجا لازمه که حتما از مشورت دیگران ما برخوردار باشیم، به خاطر اینکه به عنوان یک پژوهشگر مبتدی، به عنوان یک دانشجویی که مثلا در پایان نامه ارشد برای نخستین بار میخواد یک کار جدی انجام بده و تا حالا پژوهش جدی انجام نداده، حتی در رساله دکتری اشراف کامل شاید نداشته باشه به این حوزه‌ای که علاقه داره و بهتره که از متخصصانی که سالهاست و دهه‌هاست در این حوزه دارن کار میکنن مشورت بگیره، مشاوره بگیره و برسه به یک عنوان بسیار مناسب که هم تازگی داره، جای کار داره و هم در واقع ویژگی‌های دیگری باید داشته باشه که در ادامه خواهم گفت تا برای پژوهش به یک عنوان مناسبی دست پیدا کنه. اگر ما در خدمت شما عرض شود که موضوع خودمون که مشخص کردیم، یعنی دوره مورد مطالعه و واحد مطالعه‌مون رو مشخص کردیم که مثلا تاریخ فکری ایران در دوره سلجوقیان، یعنی دوره مورد مطالعه من میشه سلجوقیان و واحد مطالعه من میشه تاریخ فکری. وقتی اینو مشخص کردیم، حالا من در این موضوع خودم 3 تا قید باید بزنم که اون رو تبدیلش کنم به عنوان. بنابراین در پژوهش سابجکت با تایتل فرق میکنه. ما با سابجکت شروع میکنیم و با تایتل ادامه میدیم. اینو در نظر داشته باشید. مترادف هم نمیگیریم، چون در زبان فارسی بعضی وقتا اینها مترادف هم گرفته میشه. اگر 3 تا قید رو در واقع به موضوع خودمون بزنیم، میتونیم اون رو تبدیلش کنیم به یک عنوان. قید اول
قید زمانی است. خصوصا در پژوهش‌های تاریخی خب این خیلی اهمیت داره. ما در عنوانمون که حالا داریم میسازیمش باید مشخص باشه که بازه زمانی در واقع پژوهش من کی شروع میشه به کی تموم میشه. بازه زمانی من از کی تا کی هست در این پژوهشی که میخوام انجام میدم. این اگر که ابهام داشته باشه حتی در عنوان پژوهش باید بیاد. زمانی در عنوان پژوهش نمیاد که ابهام نداره، یعنی مستور هست در عنوان پژوهش و تردیدی و شکی برای مخاطب ایجاد نمیکنه که بازه زمانی این عنوان پژوهش از کی تا کی است. حالا در مثال‌هایی که در ادامه خواهم گفت این رو با هم مرور خواهیم کرد. و دوم قید مکانی است. باز در پژوهش‌های تاریخی تعین مکانی خیلی مهمه، یعنی به همون اندازه‌ای که تعین زمانی مهمه تعین مکانی هم مهمه. بنابراین ما باید در پژوهشی که انجام میدیم باید مشخص بکنیم که مکان در پژوهش من مشخصاً کجاست، مکانی که پوشش میدم در واقع از کجا به کجاست. این هم در عنوانی که مشخص میکنم نباید ابهام داشته باشه. اگر ابهام داشته باشه حتما در عنوان پژوهش قید هم باید بکنم. بنابراین غیر از این دوتا قیدی که انجام میدیم، یعنی مشخص میکنیم عنوانمون رو باهاش، قید زمانی و قید مکانی، قید سوم هم لازمه که بیاد و این خیلی مهمترم در واقع شاید باشه از این جهت که موضوع رو، یعنی عنوان پژوهش رو از ابهام خالی میکنه و اگر این قید موضوعی مشخص نباشه در واقع این ابهام میمونه. اونم قید موضوعیه، یعنی اینکه من دقیقاً درباره این عنوانی که دارم کار میکنم، موضوعی که دقیقاً دارم دنبال میکنم چیه، مسئله‌ای که دقیقاً دارم دنبال میکنم چیه. یعنی باید مشخص بکنم به یک زبانی که توی علوم اجتماعی مطرح است، متغیر مستقل و متغیر وابسته من در عنوان چیه. و حالا من معمولا تعبیر مبین و متبین رو مشخص به اصطلاح میگم که مبین و متبین من در عنوان در واقع باید مشخص باشه. اگر مشخص نباشه یه ایرادی که پیدا میکنه اینه که شاید عنوان خنثایی باشه، معلوم نیست که در واقع به اصطلاح چی رو دنبال میکنه، دنبال چی است، و دیگر اینکه قید موضوعیش مبهم باقی میمونه. حالا در مثال هایی که به اصطلاح خواهم زد به این اشاره میکنیم. بنابراین ما اول موضوع رو مشخص میکنیم خودمون و بعد برای استخراج یک عنوان از دل اون موضوع میریم مشورت میگیریم از متخصصان امر و در اون مشورتمون باید به اصطلاح 3 قید رو هم تکلیفش رو مشخص بکنیم و معین بکنیم: قید زمانی، قید مکانی و قید موضوعی. حالا اگر مثال بزنم، مثلا در دوره خدمت شما عرض شود همین سلجوقیان بزرگ، خب مثلا موضوعی که من دارم دنبال میکنم تاریخ فکری خدمت شما عرض شود ایران در دوره سلجوقیان، موضوعی است که من به اصطلاح بهش علاقه دارم. دوره مورد مطالعه سلجوقیان ایرانه، سلجوقیان بزرگ ایران، و واحد مطالعه تاریخ فکریه. خب این خیلی گسترده است، این امکان این که پژوهشی بشه انجام داد روش خیلی در واقع سخته. این که میگم سخته یعنی اینکه غیر ممکن نیست، ولی برای پژوهشگر مبتدی شاید خیلی سخت باشه. چرا که ما داریم پژوهشگرای حرفه‌ای که موضوعات گسترده‌ای رو موضوع پژوهش خودشون قرار دادن، مثل مارک بلوخ که کتاب جامعه فئودالی رو نوشته. بازه زمانیش چیز در حدود 1000 ساله و بازه مکانیش هم خیلی گسترده است، یعنی تقریبا بخش زیادی از اروپا رو پوشش میده در اون کتاب. ولی اون یه پژوهشگر حرفه‌ایه، میتونه از عهده‌اش بر بیاد و در اون کتاب هم از عهده‌اش بر اومده و مثلا جامعه فئودالیسم، نظام فئودالی رو بررسی میکنه. یا مثلا فرناند برودل در کتاب سرمایه‌داری و حیات مادی، باز بازه زمانیش خیلی گسترده است، بازه مکانیش خیلی گسترده است و بنابراین اون پژوهشگرای حرفه‌ای میتونن، مرحوم عبدالهادی حائری مثلا کتابی داره فکر آزادی که از سومری ها شروع میکنه تا تاریخ معاصر ایران. خب بعضی میتونن، چون پژوهشگرای حرفه‌ای ان، راه افتادن، ولی برای آموزش روش همچین چیزی اصلا توصیه نمیشه، برای پژوهشگرای مبتدی همچین چیزی اصلا توصیه نمیشه. بنابراین ما باید با موضوع، یعنی عنوان‌هایی که استخراج می‌کنیم از موضوعات ما برای پژوهش باید خیلی
جزئی باشن، بازه زمانیشون محدود باشه، بازه مکانیشون خیلی محدود باشه و بازه موضوعیش هم، یعنی اون موضوعی که درش دنبال میکنیم هم خیلی محدود و مقید باشه. این خیلی بهتره. اگر در واقع همچین چیزی رو در نظر بگیریم، مثلا مثالی که من عرض میکنم اینه که اندیشه سیاسی، فکر سیاسی در ایران دوره سلجوقی، اندیشه سیاسی در ایران دوره سلجوقی رو مثلا موضوع خودم قرار بدم، خب اینجا من باید اینو تبدیلش کنم به یک عنوان، یعنی 3 تا قید براش بزنم و تبدیلش کنم به عنوان و میام مثلا خدمت شما عرض شود که اندیشه سیاسی محمد غزالی رو به عنوان عنوان از دل این استخراج میکنم. اندیشه سیاسی در دوره سلجوقیان موضوع منه، عنوانی که از دلش با مشورت استخراج میکنم که مثلا در مورد این موضوع میشود کار کرد در قالب یک رساله، در قالب یک پایان‌نامه، در قالب یک کتاب، اندیشه سیاسی غزالی است، اندیشه سیاسی امام محمد غزالی. خب آیا این عنوان درسته؟ بله کاملا درسته. چرا؟ به خاطر اینکه قید موضوعش مشخصه. قید موضوعش اندیشه سیاسی، یعنی اون چیزی که مسئله‌ای که این دنبال میکنه اندیشه سیاسی. قید زمانیش چی؟ قید زمانیش قید نشده. قید نشده ولی مبهم نیست. زمانی که امام محمد غزالی بوده. قید مکانیش هم مشخص نیست ولی نیاز نیست در واقع درج بشه. خاطر اینکه مبهم نیست. جایی که محمد غزالی بوده. خب اما در یه عنوانهای اینا لازمه بیاد. مثلا موضوع من تصوف در ایران هست. در دوره مثلا قرن 7 تا 10. تاریخ تصوف، نسبت تصوف و سیاست مثلا در ایران از قرن 7 تا 10. این میتونه یه موضوعی باشه در حوزه در واقع باز تاریخ فکری. خب من از درون این عنوان میخوام استخراج بکنم و اون هم این هستش که نسبت تصوف و سیاست در طریقت نقشبندیه در ماوراء النهر در قرن 9 هجری قمری. نسبت تصوف و سیاست در طریقت نقشبندیه در ایران در قرن 9 در ماوراء النهر در قرن 9 هجری. خب من 3 تا قید زدم به موضوع خودم و اون رو تبدیلش کردم به عنوان. 1. قید موضوعی شد نسبت تصوف و سیاست در طریقت نقشبندیه. یعنی که در طریقت نقشبندیه مشایخ نقشبندیه چه نسبتی بین سیاست و اندیشه‌های صوفیانه خودشون، آراء صوفیانه خودشون برقرار می‌کردن. به امتناع قائل بودن، به مشارکت قائل بودن، به چی قائل بودن. یعنی یه جوری متغیر مستقل و وابسته هم تو این هست. عرض به حضور این قید موضوعی، قید زمانی من مشخص کردم در قرن 9 هجری. قید مکانی من مشخص کردم در ماوراء النهر در فرارود. چرا؟ به خاطر اینکه اگر اینا رو مشخص نمی‌کردم عنوان پژوهش من مبهم میشه. به خاطر اینکه نقشبندیان از قرن 5 هستن تا الان هم هستن. یعنی یک بازه زمانی بسیار طولانی نقشبندی حضور دارن و باید مشخص بکنیم نقشبندی رو در چه دوره‌ای می‌خوایم پژوهش بکنیم. 2. نقشبندی در جاهای مختلف هستن. در ایران هستن، در آسیای مرکزی هستن، در آسیای صغیر هستن، در پاکستان هستن. کجا؟ نقشبندی رو در کجا ما داریم دنبال میکنیم؟ بنابراین باید اینها قید بخوره تا برای خودمون و برای مخاطبمون معلوم باشه که ما بازه زمانیمون و بازه مکانیمون دقیقاً چی هست و اون موضوعی که داریم دنبال میکنیم اون هم باید مشخص باشه. اگر فقط میگفتم نقشبندیه در قرن 9 در ماوراءالنهر، خب چه نقشبندی رو می‌خواستیم کار بکنیم؟ عقایدشون رو می‌خواستیم کار بکنیم، در واقع مشایخ و رهبرانشون رو می‌خواستیم کار بکنیم یا نه یه چیز مشخص مسئله محوری رو می‌خواستیم کار بکنیم و اونم نسبت سیاست و تصوف در طریقت نقشبندی است. بنابراین وقتی که این 3 تا قید مشخص میشه اون موقع دیگه یک عنوانی است که از نظر علمی اشکال نداره، نمیشه براش اشکال گرفت و مناسبه برای یک پژوهش. خب پس موضوع رو با موضوع شروع میکنیم، با عنوان ادامه میدیم، 3 تا قید در موضوع بزنیم، میتونیم اون رو تبدیلش کنیم در واقع به عنوان. حالا این رو خیلی انقباضیش بکنیم عنوان رو یا یه مقدار بهش بسط بدیم، اون چیزی است که به تناسب
عنوان پژوهش باید در موردش تصمیم گرفت با مشورت با در واقع کسایی که در این حوزه صاحب نظر هستن. علاوه بر اینها عنوانی که ما انتخاب میکنیم، چه برای پژوهش در قالب پایان نامه یا رساله یا خدمت شما عرض شود کتاب، مقاله، باید یه ویژگی های دیگری هم داشته باشه که اونها رو با هم مرور میکنیم و بعد این بحث رو تمام میکنیم. یکی این که عنوان پژوهش باید ژرفانگر باشه، پهنانگر نباشه. اون دلیلی که قبلش عرض کردم، یعنی پژوهش‌های پهنانگر هم داریم، مثل کاری که جامعه به اصطلاح فرناند برودل انجام داده، مارک بلوخ انجام داده، مرحوم هایری رو مثال زدم. بله، یه سری پژوهشگرای حرفه‌ای میتونن این کار انجام بدن، یعنی بازه زمانی و بازه مکانی خودشون رو در مکان پژوهش خودشون رو خیلی در واقع متوسع بگیرن. بله، میشه این کار، ولی باید پژوهشگر حرفه‌ای باشه. ولی برای خدمت شما عرض شود تمرین پژوهش و برای اینکه در پژوهش تحقیق و پژوهش راه بیفتیم همچین چیزی مناسب نیست. بنابراین از حیث یافته ها و نتایج هم معمولا توصیه میشه که عنوان پژوهش ژرفانگر باشه، یعنی عمودی در واقع باشه، نه افقی در واقع روی کردش، به جهت اینکه در پژوهش‌های ژرفانگر امکان دستیابی به نوآوری و بداعت راحت‌تر هست، زودتر میرسیم. موضوع جزئی بگیریم بهتر درش به یه چیزای جدید میرسیم تا اینکه موضوع خیلی کلی رو در واقع مبنای کار خودمون قرار بدیم. ویژگی دوم اینه که عنوانی رو ما باید انتخاب کنیم که امکان پژوهش درش وجود داشته باشه، یعنی از همون ابتدا به جهت نبود منابع، نبود سند، نبود داده به در بسته نخوریم. یعنی چیزی باشه که امکان پژوهش در اون برای ما پژوهشگر تاریخ مهیا باشه، یعنی اینکه بالاخره منابعی درباره اون در اختیار باشه، اسنادی در اختیار باشه. خب خصوصا در زمانی که در مورد تاریخ معاصر داریم کار میکنیم، درباره موضوعاتی که داریم کار میکنیم که به حال نزدیکتره، خب خیلی از اسناد منتشر نشده، خیلی از منابع در دسترس نیست. اون موقعی که در واقع امتناعی به وجود میاد، یک به اصطلاح مشکلی به وجود میاد در این که بتونیم این خدمت شما عرض شود پژوهش رو انجام بدیم. بنابراین به این توجه بکنیم آیا این چیزی که ما میخوایم کار بکنیم آیا امکان پژوهش درش وجود داره، آیا منابع اسنادی مدارکی در موردش هست یا نیست. بنابراین اینو باید تکلیفش رو مشخص کرد. ویژگی دیگر این هستش که با محدودیت‌های پژوهشگر هماهنگ باید باشه عنوان. یعنی چی؟ یعنی هر پژوهشگری، چه به عنوان دانشجو، حتی پژوهشگرای حرفه‌ای، همه چیز رو نمیدونن، همه مهارت‌ها رو بهش اشراف ندارن. خب نقاط ضعفی دارن و توانایی‌هاشون محدوده. در اون عنوانی که انتخاب میکنه هر کسی باید به این فکر بکنه که آیا با توانایی‌های پژوهشی این سازگار هست یا نه. آیا میشه این پژوهش رو من انجام بدم با اون توانایی‌های پژوهشی من هماهنگ هست؟ مثلا یکی از این توانایی‌ها زبانه. من در حوزه‌ای باید به اصطلاح برم سراغ پژوهش که زبان اصلی اون منابع اون حوزه رو بلدم، آشنا هستم، و اگر بلد نیستم نباید اون حوزه برم، چون مدخل ورود در واقع به هر حوزه پژوهشی زبانه. و اگر حالا زبان انگلیسی رو بذاریم کنار که زبان بین‌المللی است و پژوهشگر دانشگاهی باید اون رو برای خودش استفاده از اون منابع انگلیسی رو برای خودش حل بکنه، باید ببینیم که خب حوزه‌ای که دارم میرم کار میکنم زبان دیگری هم داره که مثلا منابعش به اون زبان هستش و آیا من اون زبان رو بلد هستم. و همین خاطر مثلا بچه‌هایی که با من میخوان در حوزه عثمانی کار بکنن میگم خب زبان ترکی عثمانی و ترکی استانبولی رو شما باید بلد باشید. اگه بلد نباشید همون اولش به در بسته میخورید، نمیتونید پژوهش دانشگاهی در اون حوزه انجام بدید. خب من خودم در یه حوزه‌های خیلی دوست داشتم که مثلا کار بکنم ولی نرفتم، خوندم در اون حوزه ولی در اون حوزه پژوهش نکردم. چرا؟ یه جاهای محدودیت زبانی داشتم. مثلا دوست داشتم در حوزه قفقاز کار بکنم ولی خیلی در واقع کلنجار رفتم ولی نکردم این کار، بخاطر زبان روسی مثلا بلد نبودم. کسی که در حوزه قفقاز میخواد کار بکنه روسی باید بلد باشه، ترکی بلد باشه و فارسی، انگلیسی حالا به کنار. خب و اگر کسی این زبان‌ها رو بلد نباشه امکان پژوهش در حوزه قفقاز یه مقدار براش مشکل خواهد بود یا در پژوهش‌هاش در واقع از این نظر کمیتش خواهد لنگید. یعنی
یک جایی میرسه به منابع ترکی نمیتونه ازش استفاده کنه، یا میرسه به منابع روسی نمیتونه استفاده کنه. بنابراین در هر حوزه، یه نفر در حوزه اسلام آغازین کار میکنه، حتما باید عربیش خیلی خوب باشه. اگر عربیش خوب نباشه، امکان استفاده از منابع کلاسیک تاریخی که بخش زیادشون به زبان عربی هست براش ممکن نخواهد بود و بنابراین خیلی سخته که در اون حوزه بتونه تبدیل بشه پژوهشگر حرفه‌ای. بنابراین این محدودیت‌ها رو باید لحاظ کرد. یا مهارت‌های دیگه، مثلا اگر یه نفر در حوزه تاریخ اقتصادی ایران در دوره قاجاریه میخواد کار کنه، به نظر من باید خط سیاق رو بلد باشه. اگر آشنا به خط سیاق نباشه، کتابچه‌های بودجه دولت قاجاری رو نتونه در واقع بخونه، خب امکان پژوهش در اون حوزه برای او خیلی ممکن نخواهد بود. چرا؟ پژوهش خواهد کرد ولی پژوهشی که محل اعتنا باشه نخواهد. یا در حوزه تاریخ معاصر، اسلام معاصر، خدمت شما عرض شود سند الان یک مسئله خیلی مهمی هست، سندخوانی، سندشناسی. بنابراین نمیشه یه نفر مثلا مشروطه کار بکنه، چه مشروطه ایران چه مشروطه عثمانی کار بکنه و سندخوانی بلد نباشه، سند نتونه بخونه، با سند آشنا نباشه. خب اینها مهارت هایی است که پژوهشگر خودش باید انتخاب کنه، مشخص بکنه که اون عناوینی که انتخاب میکنه برای کار، حوزه هایی که انتخاب میکنه برای کار، مهارت هاش در واقع با اون حوزه هماهنگ بشه. خب دانشجوی ارشد مثلا یا حتی دانشجوی دکتری، یه پژوهشگر تازه کار شاید این مهارت ها رو آشنا نباشه، باید چیکار بکنه؟ باید همزمان که در اون حوزه داره پژوهش میکنه به فکر اینم باید باشه که بره مهارت ها رو یاد بگیره، مهارت های اون حوزه رو باید یاد بگیره. ویژگی دیگر که در انتخاب عنوان ما باید لحاظ بکنیم اینه که باید مقولات تاریخی رو موضوع پژوهش خودمون قرار بدیم. یعنی پژوهش ما با توجه به اینکه در حوزه تاریخ داریم تاریخ ورزی میکنیم، نباید شامل مقولات فراتاریخی باشه. مقولات فراتاریخی موضوعی مناسب برای مورخ نیست، چون امکان پژوهش در اون حوزه رو نداره. مقولات فراتاریخی مثلا مقولات قدسی، چیزی که در الهیات، در عرفان، نمیدونم این چیزا در موردش بحث میشه، کلام. ولی در تاریخ امکان تأمل، امکان تعمق، پژوهش در باره اونها وجود نداره. ما نمیتونیم مثلا معجزه رو موضوع پژوهش خودمون قرار بدیم یا کرامات رو موضوع پژوهش خودمون قرار بدیم. چرا؟ چون امکان ابطالی و یا اثبات اونها، امکان بررسی اونها مبتنی بر اسناد و مدارک تاریخی برای ما فراهم نیست. بنابراین اگر یک نفر که در حوزه تاریخ اسلام کار میکنه معراج رو مثلا موضوع پژوهش خودش قرار بده، خب مشکل میخوره، چون اساسا معراج رویداد تاریخی نیست، یک رویداد فراتاریخیه که مثلا الهیاتیان میتونن بهش بپردازن با رویکرد کلامی و اینا. بنابراین در عناوینی که انتخاب میکنیم دقت کنیم. یه نفر اگر در واقع عنوان پژوهشش این قرار بده که نقش امدادهای غیبی در پیروزی انقلاب 57 در ایران، خب این از اساس یک عنوان خطایی است، عنوان غلطی است. حداقل میتونیم بگیم عنوان تاریخی نیست و امکان آزمون امدادهای غیبی برای یک مورخ وجود نداره. از این جور عناوین باید پرهیز کرد. ویژگی دیگر اینه که در عنوانی که انتخاب میکنیم تعابیر ارزشی نباید به کار ببریم. روش یک کاری که در واقع میکنه اینه که زبان پژوهشگر رو بین‌المللی میکنه. یعنی روش شما رو ملزم میکنه که به زبان بین‌المللی حرف بزنید، نه به زبان محلی، نه به زبان بومی، نه به زبان قومی، مذهبی، دینی. به زبان بین‌المللی صحبت کردن یعنی اینکه طرف مخاطب من تمام کسایی است که در واقع با رویکرد آکادمیک یک اثری رو میخوان بخونن. بنابراین او از من انتظار داره که من به زبان علمی صحبت کنم و بنابراین ما ارزش‌هامون رو که داریم کنارم نمیگذاریم، با خودمون داریم، ولی اونها رو در واقع در نوشته‌مون، در قلممون جاری نمی‌کنیم، به خاطر اینکه مخاطبمون رو در واقع از دست ندیم. با همه کسایی که به تاریخ علاقه‌مندن، با گرایش‌ها به نهادهای مختلف بتونه نوشته ما ارتباط برقرار کنه. اگر یک مورخ مسیحی در حوزه تاریخ اسلام مثلا کاری رو انجام داده، به زبان علمی با ما صحبت نکنه در این کتاب، با ادبیات الهیات مسیحی مثلا در واقع بیانش رو تزیین بکنه، نوشتهش رو، قلمش رو در واقع تزیین بکنه، عملا ما با اون ارتباط نمیتونیم بگیریم، اون کتابو میذاریم کنار. چرا؟ چون اون کتاب دیگه مخاطبش فقط میشن مسیحی‌ها، گرچه موضوعش اسلامه، ولی چون ادبیاتش ادبیات علمی نیست، ادبیات دینیه، فقط مسیحی‌ها میتونن باشه ارتباط برقرار کنن. به همین خاطر ما هم باید این رو لحاظ بکنیم. اگر می‌خوایم در حوزه تاریخ اسلام، تاریخ تشیع، تاریخ ایران می‌خوایم بنویسیم، پژوهش بکنیم، قلممون باید عاری از تعابیر ارزشی باشه تا در واقع
همه کسایی که به پژوهش‌های آکادمیک اهمیت میدن پژوهش ما رو جدی بگیرن. و دوم اینکه در عنوانی که انتخاب میکنیم ما کژتاب ادبی نباید داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی نباید واژه‌ها مفاهیمی رو به کار ببریم که دو پهلو معناش و میتونه در واقع ابهام ایجاد بکنه. عنوان باید عنوان دقیقی باشه، عنوان صریحی باشه، عنوانی باشه که با خوندنش سوال، ابهام در واقع برای کسی ایجاد نشه. به همین خاطر میگن از واژه‌هایی نباید استفاده کنیم که ابهامزا باشه یا کژتاب ایجاد بکنه در واقع. مثلا من یه رساله دیده بودم توی دانشگاه تهران، گروه تاریخ، عنوانش روابط تجاری یزد بود. خب روابط تجاری یزد عنوان غلطیه. چرا؟ به خاطر اینکه ابهام داره. ابهامش چیه؟ ابهامش این هستش که روابط دو سویه است دیگه. یعنی روابط تجاری یزد با کجا؟ این با کجاش در عنوان نیومده. بنابراین ابهام ایجاد میکنه و در واقع بهتر بود که اون پژوهشگر مشخص میکرد مثلا روابط تجاری یزد با دیگر شهرهای ایران، روابط تجاری یزد با اصفهان، روابط تجاری یزد با خارج از ایران و از این عنوانا. یا مثلا عنوانی که مشخصا کژتاب داره، برخی از کتاب‌های جورج جرداخ هست که درباره امام علی علیه السلام نوشته، مثلا علی و مبادی انقلاب فرانسه. خب ابهامه، یعنی کژتاب داره. یعنی چی علی و مبادی انقلاب فرانسه؟ یعنی مثلا علی علیه السلام در انقلاب فرانسه بوده، در انقلاب فرانسه درباره علی علیه السلام حرف زدن. چیه داستان؟ خب اون یه منظوری داشت، مثلا می‌خواست بگه که شعارهای انقلاب فرانسه در به اصطلاح کلام امام علی اومده برابری، برادری، مساوات. ولی کژتاب داره دیگه. یا کتاب دیگرش از علی علیه السلام و حقوق بشر. خب حقوق بشر، هیومن رایتس، چیز جدیدیه، مربوط به دوره مدرن. اینو به امام علی علیه السلام نسبت دادن، خیلی ابهام ایجاد میکنه. بنابراین از این کژتاب‌ها در عنوان باید پرهیز بکنیم. و آخر اینکه عنوان تا حد امکان کوتاه باید باشه. البته اون کوتاه بودن نباید باعث بشه که مبهم بمونه، ولی وقتی که به اصطلاح با این ملاحظه تا حد امکان ما بتونیم عنوان رو کوتاهش بکنیم، خیلی مناسبه، در ذهن ها میمونه، در نوشته ها در واقع در به صورت تیتر در جاهای مختلف که ثبت میشه راحت در واقع جا میگیره و غیر از اون راحت در ذهن میمونه و راحت باشه ارتباط برقرار میشه. اینا مختصات در واقع عنوان بود که در انتخابش باید بهش توجه بکنیم. بنابراین ما در این جلسه دوستان در مورد انتخاب موضوع به عنوان صحبت کردیم. توصیه‌ام به همه دانشجوها و پژوهشگرایی که میخوان وارد حوزه پژوهش بشن این هستش که نرید دنبال این و اون که آقا به ما عنوانی بدید، موضوعی بدید، میخوایم کار بکنیم و اینا. شما خودتون باید گام اول رو بردارید، موضوعتون رو مشخص کنید با مشخص کردن دوره مورد مطالعه و واحد مطالعه و بعد برید با استادا و متخصصای اون حوزه صحبت کنید، بگید من همچین موضوعی رو علاقه دارم، حالا میخوام از دلش عنوان در بیارم، خودم یه مطالعاتی کردم، یه ملاحظاتی دارم و حالا با شما مشورت میکنم، به من کمک بکنید چجوری از دل میتونیم یه عنوانی رو استخراج بکنیم مناسب باشه برای پژوهش. به همین خاطرم من این دوتا رو از هم تفکیک کردم که گام اول رو دانشجو برداره و بعد بره با استاداش صحبت کنه، چون ابتدا به ساکن بریم در واقع برید سراغ استادا، احتمالا ممکنه که بدون توجه به علایق شما عنوانی رو از زاویه نگاه خودشون که مناسب میدونن به شما پیشنهاد بدن، ولی اون اصلا چیزی نباشه که شما بهش علاقه داشته باشید. مدت زمانی رو تو اون حوزه میمونید و پژوهش میکنید، میبینید که نه چیزی نیست که بهش علاقه داشته باشید، برمیگردید، زمان رو از دست دادید و خیلی مشکلات دیگه. امیدوارم این بحث برای شما مفید بوده باشه. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.